با من آماده شید با اتوبوس بریم شهر وان ترکیه. پذیرایی خاصی تو اتوبوس نمیشید، اینجا یخچال و میتونید آب بردارید. صندلی‌ها باز میشه و میتونید استراحت کنید. درسته که از تهران تا لب مرز رازی فاصله طولانیه، ولی اگه اکیپ باحالی باشید واقعا خوش میگذره و خستگی بهتون نمود نمیکنه. حدوداً 2-3 ساعت بعد توقف داشتیم که بریم شام بخوریم، ولی یه نصیحت به من، شام با خودتون بیارید، چون معمولاً جاهایی که اتوبوس‌ها نگه می‌دارن رستورانای با کیفیتی نیستن. اگه شام با خودتون بیارید خیلی بهتره. اینجا ورودی سرویس بهداشتی بود که هر نفر 3000 تومان بود و واقعا تمیز بود. یعنی بهتون بگم از رستورانش تمیزتر بود. ما یه پرس غذا گرفتیم که چلو کوبیده مخصوص بود به اصطلاح، شد 305 تومان. واقعا افتضاح بود و توش مو پیدا کردیم. بعد از اینکه این شام مزخرف رو زدیم تو اتوبوس استراحت کردیم و رسیدیم به شهر زیبای خوی. 9 شب از تهران حرکت کردیم و حدود 8 صبح رسیدیم به ترمینال شهر خوی. اینجا میتونید پولتون رو چنج کنید. آقایونی هستن که پول ایرانی رو میگیرن و لیر به شما میدن که میگن قیمتشون از صرافی های تهران بهتره. شب قبل که ما از تهران حرکت کردیم خبر مفقود شدن هلیکوپتر رئیس جمهور منتشر شد و صبح که به ترمینال خوی رسیدیم این خبر منتشر شد که کشته شدن و منجر به افزایش قیمت دلار و طلا و البته لیر شد. لیر روز قبل 1750 تومان بود و با انتشار این خبر به 1900 تومان رسید. هر کس میتونه با خودش 3 باکس سیگار از مرز رد کنه که سودش تقریبا میشه نفری 500,000 تومان و اصلا دردسری نداره. یه مقدار هوا خنک بود تو این تاریخ و با خودتون حتما پتو بیارید که تو اتوبوس سردتون نشه. صبحانه رو تو شهر خوی زدیم، رفتیم برای ادامه مسیر. دیگه از اینجا حس و حال ترکیه شروع میشه. گل گل بوم گل، گل گل بوم گل. حدوداً 1 ساعت از شهر خوی تا لب مرز رازی فاصله هست. توی تمام مسیر مغازه‌های سیگار فروشی میبینید که میتونید ازشون سیگار بخرید و از مرز رد کنید. البته هر نفر فقط میتونه 3 باکس سیگار ببره. هر فرد بالغ بالای 18 سال. مسیرم واقعا خوشگله و چشم نوازه. اصلا اذیت نمیشید. وقتی که رسیدید به مرز، ونی که باهاش اومدید بازرسی میشه، شما هم با چمدونتون پیاده میشید و بازرسی میشید و اونور مرز به هم میپیوندید. و اون سمت مرز یعنی ترکیه آقایونی هستن که چیزایی که چمدونی آوردید ازتون میخرن، مثل سیگارا. توی فری شاپ هر کس میتونه اندازه 1 لیتر مشروب بدون گمرک بخره و به قیمت پایین‌تر البته و ببره و استفاده کنه یا بفروشه. اینجا چمدونا رو میگردن، خودتون رو بازرسی میکنن و نهایتاً اینجا مرز ترکیه که ما باهاش اومدیم تو دردسر افتاد و ما کلی معطل شدیم، حدوداً 2-3 ساعت معطل شدیم و نتونست رد بشه و تور برای ما یه ون دیگه کرایه کرد که سوار بشیم و به سمت هتلمون حرکت کنیم. مسیری که ازش میایم فوق‌العاده خوشگل بود، چشم نواز بود و توی این مسیر 2 بار دیگه پاسپورت‌های ما رو چک کردن که البته ما نشسته بودیم و فقط پاسپورت‌ها رو چک کردن، دردسری نداشت. دریاچه‌های زیادی توی این مسیر بود که واقعا خوشگل بودن. حدوداً 1 ساعت طول کشید که با ون برسیم به وان و الان واقعا نیاز داریم که بریم استراحت کنیم. هزینه این سفر رفت و آمد، یعنی از تهران تا وان، از وان به تهران، 4 روز و 3 شب هتل به همراه صبحانه مجموعاً شد 5,900,000 تومان. اینجا هم هتلمون بالاخره رسیدیم که نسبت به هزینه‌ای که کردیم واقعاً تمیز بود. حمام سرویسش تمیز بود و فقط شبای مقدار سرد بود که لباس گرم بیارید مثل کت یا سویشرت که شبا بپوشید و اذیت نشید. بعد از رسیدن به هتل با این سینی پذیرایی شدیم. این لیموناد خیلی خوشمزه بود. من بعدم فهمیدم این سینی مزه است و دستشون درد نکنه. برای ناهار زدیم بیرون و دونر سفارش دادیم که خیلی خوشمزه بود و مجموعاً همه اینا با 2 تا نوشابه شد 200 لیر. اینجا نوشابه گرونه، قیمت 2 تا نوشابه با یه پرس غذا یکی شد. اومدیم سوپرمارکت، شیرموز 10 لیر یا حدوداً 20,000 تومان میشه
مواد غذایی تقریبا هم قیمت تهرانه و مثلا این دنه تا قیمت تکیشون 5 لیر یا همون 10,000 تومنه که فکر میکنم تو تهران هم همین قیمت باشه. نانواییاشون اینجوری بود که انواع نون رو تو همون نونوایی میپختن، تافتون، نون پیده و فکر میکنم بربریه این یکی که جالب بود. توی تمام خیابونا میبینید که چند تا صندلی و میز هست و آقایون نشستن و چای میخورن که شبا خیلی شلوغ میشه. اینجا دیسکوهایی داره که مخصوص ایرانیاست، یعنی دیجی فارسی زبون داره و موزیک فارسی پخش میشه که میتونید بیاید برقصید، کلی خوش بگذرونید. البته نجسی هم سرو میشه. ساعت 1:17 نیمه شبه و ما اومدیم کباب بزنیم. انصافا که کباباشون واقعا خوشمزه است. 220 لیر بابت 2 سیخ کباب. اینجا مرکز خرید آوم است که برندا تو شعبه دارن و همه اجناس اورجینالن و البته قیمت ها به مزاج ما ایرانیا خیلی خوش نمیاد. برای مثال این شورت پنتی قیمتش 349 لیر یا معادل 700,000 تومان. قیمت لوازم آرایشی بهتر بود. به عنوان مثال برند فلورمار 30% تخفیف روی 3 قلم تینت لب و کانسیلر و رژ لب گذاشته بود. اگه این سه تا رو با هم میگرفتی 30% تخفیف شاملش میشد که مجموعاً میشد 700 لیر یا 1,400,000 تومان. بریم سراغ برند محبوب ایرانیا، السی وایکیکی. این کیف از برند السی وایکیکی قیمتش 549 لیر بود که میشه معادل 1,100,000 تومان. و اما برند کتون، این تیشرت از برند کتون که طرح برجسته داره 399 لیر یا 400 لیر معادل 800,000 تومان. یه فروشگاه مدیا هم اومدیم که آیفون 15 80,000 لیر یا 160 میلیون تومان بود و قیمتش از ایران خیلی بالاتر بود. و اما مغازه مورد علاقه من، مغازه عروسک فروشی و خوشحالی فروشی، این خرس 750 لیر یا معادل 1,500,000. تو کامنت ها به هم بگید این دفتر یادداشت که 10 لیره میشه چند تومن. اینم سورپرایز یومورتا که من نمیدونم چه جور تخم مرغ شانسیه که توش معلومه. اینم که اصلا شبیه روی جلدش نبود. بچه‌های شیرینی فروشی اینجوری بود که خودتون میرفتید داخل، کاغذ بر می داشتین و شیرینی که میخواستید انتخاب میکردید و میخوردید و پولش رو حساب میکردید که مردمشون همینجوری میومدن داخل و بر می داشتن میخوردن و خیلی هم دوست داشتن که البته طعمش به مزاج ما خیلی خوش نیامد. صبح روز بعد صبحانه به صورت سلف سرویس بود و چون هوا طوفانی بود گفتن که امروز تور کشتی کنسله. سلام، از روز دوم سفرمون به وان. امروز میخوایم بریم بازار عمده فروشا، جایی که همه فروشگاهایی که لباس ترک دارن تو ایران از اینجا خرید میکنن. بچه‌ها خوبی که داشت این بود که قیمت تک هم به صورت عمده میدادن و اگه بیشتر میخریدی بیشتر تخفیف میدادن و در کل قیمتاشون مناسب بود. اینجا خیلی احساس غربت نمیکنید. به هر حال یه جا رو میبینید که فارسی نوشته شده، مثلا اینجا سوپ سر و پا داره که من نمیدونم چیه واقعا. توی رستوراناشون خبری از اون پلویی که کنار غذا تو ایران میذارن نیست. اینجا رشته پلو دیدم که تعجب کردم. یه سرم اومدیم میوه فروشیشون ببینیم چه خبره، چه میوه‌هایی دارن که اکثر میوه‌هایی که تو ایران هست اینجا هم بود. قیمتاش هم اینطوریه که موز مثلا 70 لیر بود یا همون 140,000 تومان. گلابی کجاشون مدل. بعد از کلی پیاده روی اومدیم توی پاساژ تا ماساژ پا بگیریم. 10 دقیقه 35 لیر بود. نوع دیگه ماساژ بود که با دست انجام میشد و 10 دقیقه 120 لیر. خانوما نظرتون چیه که همسرتون بشینه و اینجوری ماساژ بگیره؟ و اما اون شب کذایی وقتی که اومدیم مزخرف ترین غذایی که تو کل عمرم خوردیم و امتحان کنیم براتون میذارم که درس عبرتی بشه و هیچ وقت سمتش نرید. اسم این غذا روده است و خودشون دوست داشتن و خیلی با عشق میخوردن
ولی واقعا بدمزه بود به معنای واقعی. شنیدید میگن از روی ظاهر قضاوت نکنید، ولی شما از روی ظاهر قضاوت کنید. آخه به این قیافه میخوره خوشمزه باشه، من چرا اینو انتخاب کردم نمیدونم. تصور کنید روده رو برداشتن، توش بلغور ریختن و گوشت و یه عالمه روغن، هیچ مزه‌ای نمیداد به جز چربی. واقعا بدمزه بود. الان یادش افتادم حالم بد شد. بعد از سیگار یکی از چیزایی که خیلی استفاده میشه اینجا چایه، ولی اصلا طعمش مثل چای ایران نیست. رفتیم برای تست صدف، خودشون میخوردن و کلی تعریف میکردن و ما هم رفتیم تست کنیم که هر صدف 10 لیر بود. داخل صدف رو با بلغور پر کرده بودن، کلا علاقه خاصی به بلغور دارن. طعمش هم طعم خاص و جدیدی نبود، بیشتر مزه مغز کله پاچه میداد. رفتیم بلال بخوریم، بلالاشون هم به صورت کبابی بود و هم به صورت آبپز با سس سمیرا که تو ایران زیاد هست و 30 لیر بود، 60,000 تومان. شب‌های زنده و پر جنب و جوشی داره، حدوداً تا ساعت 10:30-11 شب شهر همینقدر شلوغه و امنیتش خوب بود. پلیس همه جای شهر بود تقریبا، با اینکه ما 2 تا دختر بودیم ولی جرأت اینو داشتیم که تا ساعت 10-11 شب بیرون بمونیم. دیسکوها هم از ساعت 11 شب شروع میشد و تا ساعت 3 و 4 صبح ادامه داشت. ما امروز دیر بیدار شدیم و باز به تور کشتی متاسفانه نرسیدیم. اومدیم جایی که گفتن دونر و زغالی درست میکنن و طعمش خوشمزه است. خیلی پرسنل مهربون و خوش اخلاقی داشتن، به من گفتن بیا از نزدیک فیلم بگیر ببین که چجوری پخته میشه. در کل ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن و رفتارشون با مردم ایران خوبه و بهشون احترام میذارن، اگرچه که آدم خوب و بد همه جای جهان هست. کنار سفارشاتون سالاد کاهو و گوجه خیار و مخلفات میارن که اکثرا هم فلفلی و تندن. به خاطر اینکه مهمون بودیم و توریست بودیم برامون حلوا آوردن که اصلاً با حلوای ایران قابل مقایسه نبود و خوشمزه نبود راستش. اومدیم یه مغازه شیرینی و خوشبار فروشی بریم بهتون آجیلاشون رو نشون بدم تا قدر آجیلای ایران رو بیشتر بدونید. این آجیلای مخلوط 250 لیر یا معادل 500,000 تومان. شما این پسته رو ببین، پسته رفسنجان اصلا یه چیز دیگه است. و اینجوری بود که خودتون پلاستیک رو برمی داشتین، مقداری که میخواستید میریختید و در آخر وزن میکردید و هزینه رو پرداخت میکردید. اومدیم هایپرمارکتشون، چیدمان قفسه ها و شلف ها تقریبا مثل ایران بود و تنوع زیتونشون خیلی بالا بود، زیتون صورتی و بنفش و زیتون سیاه. بریم سراغ چیزی که خانم‌ها رو جذب میکنه. بله، طلا فروشی. برای کنجکاوی رفتم پرسیدم هر گرم طلا چند تومان میشه که طلاشون 24 عیار بود و 5,400,000 تومان میشد به پول ما و اکثر طلاشون همونجور که میبینید سنگین وزن بود. طلای 18 عیار توی این تاریخ توی ایران 3,500,000 تومان بود. برای آنلاین شاپ هم رفتیم با مردمشون یه چالش بگیریم که ایشون به ما نقش شهروان رو هدیه دادن. این گربه سفید که چشماش دورنگه نماد شهروانه و اینکه دستشون درد نکنه. یه جا هم دارم به اسم خانه گربه ها که پر از این نژاد گربه است. رفتیم به سمت هتل و حرکت کردیم که بیایم به سمت ایران. اگه شما خرداد ماه بیاید پارک آبی باز میشه و جشن رنگ دارن و خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره. بعد از 1 ساعت رسیدیم به مرز ایران. خداحافظ ترکیه با کلی خاطرات خوب. حواستون باشه که به هیچ عنوان چیزای ممنوعه، مشروبات الکلی با خودتون اشتباهی نیارید که اینجا حسابی تو دردسر میافتید. اینجا هم کسایی بودن که حق رجیستری میخواستن ازتون بخرن با کد ملیتون و اگه لیری باقی مونده ازتون با قیمت پایینتر میخریدن. شب رسیدیم به ترمینال خوی و هیچی دوغ آبلی و قرمه سبزی نمیشه واقعا. شامو خوردیم و حرکت کردیم به سمت تهران.
این بود سفر ما به وان. امیدوارم که دوست داشته باشید و توی سفرتون کلی راهنمایی بشه براتون و اینکه برید و خوش بگذرونید. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.